نامه یک دختر افغان به احمد مسعود. لطفاً تا آخر بیننده باشید. بسم رب شهدا. مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود که سرآغازش از پنجشیر بود، اما روزنه‌ای شد برای تمام مردم آزادخواه کشور. جناب احمد مسعود، شما رهبری مقاومت را بر عهده دارید که آن را از پنجشیر آغاز کردید و به همه ملت مظلوم کشور ما افغانستان فراخوان قیام ملی را دادید. میخواهم بگویم که مقاومت شما تنها مقاومت مردم پنجشیر نیست، بلکه از بدخشان تا فرا، از بلخ تا کندهار، از هرات تا کنر امیدی برای مردم رنج دیده افغانستان شده اید. امروز تمام جوانان، پسران و دختران، زن و مرد افغانستان که حرف در کجاست؟ کیها بازی نامه یک دختر افغان به احمد مسعود. لطفاً تا آخر بیننده باشید. بسم رب شهدا. مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود که سرآغازش از پنجشیر بود، اما روزنه‌ای شد برای تمام مردم آزادخواه کشور. جناب احمد مسعود، شما رهبری مقاومت را بر عهده دارید که آن را از پنجشیر آغاز کردید و به همه ملت مظلوم کشور ما افغانستان فراخوان قیام ملی را دادید. میخواهم بگویم که مقاومت شما تنها مقاومت مردم پنجشیر نیست، بلکه از بدخشان تا فرا، از بلخ تا کندهار، از هرات تا کنر امیدی برای مردم رنج دیده افغانستان شده اید. امروز تمام جوانان، پسران و دختران، زن و مرد افغانستان که حرف در کجاست؟ کیها بازی